به نام خدا. مقدمه. شنوندگان عزیز و دوستداران فلسفه، سلام عرض می کنم. با کسب اجازه از استادان محترم و ارجمند فلسفه، دوستداران و علاقمندان این دانش و تمامی پژوهشگرانی که در جای جای این جهان پهناور در زمینه مسائل فلسفی می اندیشند، می نویسند و در بسط و گسترش این علم و دانش تلاش می کنند. این اولین مطلب از مجموعه مطالبی است که در باب فلسفه گفته خواهد شد و به عنوان مقدمه برای مطالب بعدی است. اندیشه فلسفی و کنجکاوی درباره مهمترین مسائل وجودی در نهاد و ذات هر انسانی وجود دارد و فیلسوفان و پژوهشگران این کنجکاوی‌ها و اندیشه‌ها را با ژرف اندیشی‌های خود بسط و گسترش دادند و حاصل این تلاش‌ها کتاب‌ها، رسائل و مقالات فلسفی و جریان عظیم فکری و معنوی این دانش است که از اعصار گذشته به ما به ارث رسیده است. فلسفه نیز مانند تمامی دانش‌ها محصول تلاش‌های جمعی فیلسوفان و پژوهشگران این دانش است. پس در ابتدا سپاسگزار تمام این بزرگان هستیم که این میراث ارزشمند را برای ما به یادگار گذاشتند. دوستدار فلسفه بنابر ضرورت زندگی در این جهان در یک مکان و زمان مشخص متولد می شود، در حالی که این میراث عظیم را به ارث برده است و تلاش او به یک معنا بازخوانی و بازاندیشی این میراث بزرگ و افزودن مفاهیم جدید به این دانش در حد توان است. ارسطو در کتاب ارزشمند متافیزیک گفته است: حق این است که فلسفه شناخت حقیقت نامیده شود، زیرا هدف نهایی معرفت نظری حقیقت است، در حالی که غایت معرفت عملی عمل و اثر بخشی است. و وقتی هم که مردان عمل می‌خواهند ماهیت شیء را بشناسند، موضوع نظرشان آن چیزی است که با مقصود معین ایشان در لحظه معین ارتباط دارد، نه علت آن شیء. ولی ما حقیقت را نمی‌توانیم شناخت اگر علتش را نشناسیم. یک شیء کیفیتی را که به دیگر اشیا می‌بخشد، به درجه‌ای برتر از اشیاء دیگر آن را خود دارد. همینطور چیزی هم که علت حقیقت اشیاء دیگر است، حقیقی ترین همه اشیاء است. از این رو مبادی موجودات سرمدی همیشه باید حقیقی ترین موجودات باشند. بنابراین فلسفه تلاش انسانها برای فهم حقایق اساسی زندگی مانند خداوند و صفات او، وجود و معنای آن، آغاز و انجام جهان، مرگ، زندگی پس از مرگ و به طور کلی مفاهیمی است که انسانها در ورای زندگی روزمره در پی کشف و فهم حقیقت آن هستند. از آنجا که فلسفه علم و دانش عقلانی و علم کلیات است، دوستدار فلسفه به هر میزان که کلی نگرتر باشد، درک و فهم او از این مفاهیم اساسی به حقیقت این امور نزدیکتر خواهد شد و این مفاهیم و درک او مطابقت بیشتری با جهان واقع و وجود خواهد داشت. پس از بیان این مقدمه به مطالب بعدی و اساسی فلسفی در گفتارهای بعدی خواهیم پرداخت. نکته: این گفتار ساخته هوش مصنوعی نیست، بلکه نوشته و صوت شخص حقیقی است. به امید دیدار در بیان مطالب بعدی.